1000 طلاق هم میگه پسر نمیکنه و برای ترس خدا در دل نمونده است. احترام شوهر دیگه نمونده است از برای خدا. میگه زن چند ماه در خونه بود پدرش بیمار میشه. پدر است تو خود عزیزترین کسش. برادرش نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرستاد که یا رسول الله شوهر برو من کرده است که به خونه از خونه نبرو در صورتی که پدر بیمار است شاید همین ساعت‌های به شمارش مانده باشه اجازت میدی حضرت که پیغمبر خدا هستی تو ولی تمام مسلمانایی اجازت میدی که پدر مبرم عیادت کنم. حضرت گفت برو با او زن بگو اطیع زوجک شوهر تا اطاعت کن مادام که فرمان داده است نبرو. از بین 2 هفته گذشت پدرش از دنیا رفت. باز میگه برادرش فرستاد که یا رسول الله آیا اجازه هست که من اقلا در جنازه پدرم شرکت کنم؟ اما حضرت باز تاکید کرد اطیع زوجک شوهر تا اطاعت کن. زیرا زن وقتی که شوهر کرد از همه حقی بیشتر در ذمه زن شوهرش داره. زن میگه حتی در جنازه پدرش شرکت نکرد. پدر بردن گروندن. بعد چند روز حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم با برادری همو دختر همو زن تشریف داد که برسانش این الله قد غفر لابیها بطاعتها لزوجها. خداوند به خاطر همین اطاعتی که به شوهر کرد پدرش رحمت و مغفرت کرد گناههای پدرش آمرزید. از رفتن پیش پدر هیچ فایده و منفعت نبود. این او را جانی دوباره داده نمیتونست مرده خودش زنده کرده نمیتونست. اما ببینه که با یک اطاعتی شوهر خدا تعالی گناههای پدرش آمرزید و از زمره بندگان خاص صالح خودش گردانید. این نعمتی است که خدا تعالی با انگشتشمار بنده هاش میده. زن خوب و فرمانبر و پارسا کند مردی درویش را پادشاه. برو 5 نوبت بیزن بردارد چه یاری موافق بود در برد. همین زن اگر فرمانبردار و پارسا و پاکدامن باشه 5 نوبت بره در مسجد عبادت خدا را بکن سجده شکر کن که پروردگار رو به من همیشه یاری خوب لایق داده. همه روز اگر غم خوری غم مدار چه شب غمگسارت بود در کنار. اگر همه پرابلم حیات در سرت باشه در خانه زنی خوب باشه به خدا آدم همین بی پروا فلکی هست که پروای دنیا نداره. نه که اگر همه دنیا را داشته باشی اگر همین زنی فقط جکاک باشه از برای خدا زندگی را در نظرت شو میکنه. شیخ عبدالحمید کشک روایت میکنه در مصر میگه یک مرد در شهر قاهره یک مسئله شرعی پیشش برآمده است نزد شیخ ازهر میروه نزد بگیم داملای کلون مصر میروه که حضرت این مسئله را حل کرد. شیخ میگه یک کمی اندیشه کرده گفت برادر من همین 1 سال شد که در همین دوی مجلس دوکای کارم ای پشت همین طلبه ها سرگردانم میخوایی که جوابی دقیق بگیری. نمی یک برادرم او کاری دولتی نداره در خونه شای که به خاطر زندگی خودش مقصد فعالیت داره او بیشتر کتاب میبینه یا پیش همون اکم برای انشالله جواب تا مفصل اخشو میگیری. یعنی سراخ کردن از اکش اومد شیخی از هر ریشش سفید 1 تار سیاه نداره. نزد اکش اومد که اکش ریشش موشه برنجی. وقتی که سوال مطرح کرد یکش یک جواب گفته بگو اندک شک شبهه دارم برادر این مسئله را کلشید و نخوردم میخوایی 100% جواب گیری. اکی کلونیم او شیخ گفت ای خونه نمیبرایم ابی دایم در بالای کتاب نزد ما اکی کلونیم برای ایشالو دیگه بعد جواب او یگان که شک شبهه باقی نمیمونه. میگه آدرس گرفت رفت نزد خونه. وقتی خونه اکی کلونی را کفت در یک شخص شد ریشش سبز یا 1 تاری سفید نداره. اومد چیش گفت حضرت همی پیش خودت فرستادنم جوابی مسئله را گفته. وقتی جواب پر دادش بگو حضرت 1 سوال دیگر هم اجازت باشه بتم. گفت مرحمت. گفت نزد شیخ ازهر رفتم پیش اکش روی کرد شیخ ریش خودش سفید او اکش موش برنجی با او اکش نزد شما روی کرد که کلون مهمیه میام آخر ریش خودت سیاه این چه حکمت داشته باشه.
گفت او شیخ اصحر یزنای زنش سگر همین قیمه جکونش بیچاره را که اون بود که همون آبرو هم قدر عزت در پیش پرزیدنت مصر حتی آبرو و عزت داره در تمام مجلس ها شرکت میکنه نگیم نموریش کفر ولی سفید شده است او دودر دیمم دو زنه های یا زنش زنی خوبه یاتش هم کم کم میجکه برای موش برینجی های او جمعی را جونکش دم میزنه ای جمعی بود در دوزخ میگم اما را خدای تعالی اقبال میداده است یعنی 4 زن داده است همه زنهای صالحه و خوب به همدیگر مسابقه کنان نگاه بینو میکنن یا ببینه همه پرابلم حیات در سرت باشه اگر همین خداوند زنی خوب داده باشه با خدا قسم در هیچی نمیتونه چه مستور باشد زن خوب روی به دیدار او در بهشت است زنی خوب باشه مستوره باشه همین دنیا در به خدا قسم وقت شوهر میبینش رو خیال میکنه در جنت هم در بهشت هم دلارام باشد زنی نیکخواه ولیکن زنی بد خدا یا پناه خدا ای زنی بد و جکاک میگه پناه با زندان قاضی گرفتار به که در خانه دیدم به ابرو گیره همین قاضی اگر بگیره زندانت کنه از یکی همین قوش قوقی زنه که مشاهده میکنی در خانه را 100 مراتبه بهتره تیه پای رفتن به از کفشی تنگ بلای سفر به که در خانه جنگ ای همین جنگ جنجال و دعوای خانه را آخه همون سفر ببرای سفر عذاب داره مشقت داره اینا ببینه که مردم زیارت خانه خدا میروند مقدسترین سفر این قدر راحت میکنن نه که میوین توی هفته را به خود نمیوین خواه بود نمیکنن این بچه اولی هم کفتی راه نبرنه سفر با همون مشقتش میگه ای خونه ای که زنک در اوج زنی که ناخوب و ناخوشه برای مرد رنگ عید حساب میخورم ای همین کفشه که پوت همه جقه پای لیش بگرده خیلی خوبتر و بهتره کسای کفشی تنگ پوشیدی هم میدونن یا وقت ستودن بده اولی در پهلوم شیشتگی بیسته یه کنموز میخونه بود اوز از اون که ببره میره آمد چی با اینکه زله شید اومد نزدی رسول الله صلی الله علیه وسلم که حضرت یک آدمی بیمونه گفتی دادمش اوی زنگیر نبود چی مورا گرم کرد تو حال دستی دختر نه قپیده است نگو یا نعمتی پروردگار چی کنم اون دختری ما که مقصد تولی را در پهلوش نشیشته با حضرت میگه صداش که جلیبی با او جلیبی چی در داری؟ اون کمبودی داری؟ حضرت 100% سنجم او چرا با عروس صحبت نکردی؟ که حضرت اینمی خیلی مفکر شد خونه آباد بود نمازی شکر در همین مسجد گوش بیا بشینم سایه بخونم عجب بشینم برای صحبت که میخواه خداوند میگه برکتش دادم به در همون زندگی که یکی از اویلوهای خوشبختری در مدینه منوره همین جلیبی به زلفای زوجش بود است بعدم دو خدای تعالی با جلیبی بیان عنایت بزرگی کرد در یکی از غزوه‌ها در رکاب پیامبر صلی الله علیه و سلم به شهادت رسید حضرت به دست مبارک خودش میگه در لحد گذاشته گفت جلیبی منا اهل بیتی جلیبی از ما است جلیبی اهل بیتی من اهل خاندان من اینا ببینید اینا خیلی حیا داشتن ننگ و ناموس داشتن محبت داشتن که شه وقتی که زن میگرفت اول کار میکرد شکرگزاری نعمت پروردگار ببینید عروسای به عقل و به فراستی بودن که شوهر را به خاطر خدا انتخاب میکردن برای دنیا نه برای حسن جمال نه برای وظیفه و منصب نه انشالله شبچه ما را یقین داریم که عروسا به خاطر همون دین و دیانتش انتخاب کرده است خشا به حال او جوان مرده که حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم برای خود الگو قرار میده که حضرت گفت تنکح المرء لاربع زن به خاطر 4 چیز نکاح میکنن لمالها و لحسبها و لجمالها و لدینها زن یا برای مال و ثروتش انتخاب میکنن یا برای وظیفه و منصب پدر انتخاب میکنن یا برای حسن جمال و ظاهریش انتخاب میکنن یا برای دین و دیانت بعدم حضرت گفت فاصبر بذات دین
تریبت یدان صاحب دیانت انتخاب که گفت که و ایلا پشیمان میشه خداوند بین شه بچه و بین این خواهر ما فرزند بابای رجب مراد الفت مودت محبت واقعی را برقرار سازد خداوند غیرت حمیت چو بده که فرموده خدا و پیغمبر همیشه انجام بتن پدر و مادر را والدین احترام کنند خداوند از دامانش و فرزندای صالح و صالحه عالم عالمه محب و محبه به دنیا بیارد پروردگار و شرافت قدوم عزیزا در این خوندان الحمدلله همه داملاها و قاریها و شخصیت های معتبر و مشهور شرکت دارند فیض برکات چه پیوسته در این خوندان در خوندان خداوند نازل بسازه خداوند دیگر برادران را به همین خیلی روزی سعادت و خوشبختی روزی توی نکاحی فرزندا و نبیروها شما رسان آمین خوشبخت باشید خوشنا میگیری این میوگی هم نمیگیفتیم رجب مراد جورک ما را رخصت کرد در خاک پادشاه ولی همین ایشون قلی امردین این میدونه که گپی ایرمونه نمیگه ما خصوصا وقتی که همین ایشون